به گزارش اکسیوس، دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو به او هشدار داده که از هر گونه اقدامی که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا تداخل ایجاد کند و آن را به خطر بیندازد اجتناب کند. بنابراین گزارش، ترامپ و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا در هفته‌های اخیر به شدت نگران بودند که اسرائیل به طور ناگهانی تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند و یا گام‌های دیگری در جهت تضعیف روند مذاکرات بردارد. ترامپ به نتانیاهو گفته است که گزینه دیگر همچنان روی میز است، اما او ابتدا می‌خواهد ببیند که آیا راه حل دیپلماتیک امکان پذیر است یا خیر. کریستی نوم، وزیر امنیت میهن آمریکا، روز یکشنبه در سفر به بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو دیدار و پیام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ضرورت پرهیز از هر اقدام منجر به اختلال در مذاکرات را به او منتقل کرد. خانم نوم در گفتگو با فاکس نیوز گفت: ما با زمانبندی فشرده و محدودی مواجهیم. رئیس جمهوری قرار نیست ماه‌ها یا سالها برای تصمیم گیری صبر کند. ایران ضرب‌الاجل بسیار کوتاهی دریافت کرده است، در حد چند روز. من از نتانیاهو خواستم با ما همکاری کند تا بتوانیم تصمیمات عاقلانه‌ای بگیریم. به گزارش اکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی، خانم نوم به آقای نتانیاهو گفته است: یک هفته به ما فرصت بده.